بزن بریم که میخوام یکی از دریاچه های توریستی فنلاند شهر تامپره رو بهت نشون بدم. تابستونم اینجا با هم دیگه اومده بودیم. بزن بریم. به این سمت میریم. از همین اول مسیر رفتم تو درخت ولی خب ارزششو داره دیگه، اینجا خیلی قشنگه. یه ویدیو تابستون بهتون نشون داده بودم که این یه تیکه مثل یه دروازه درختی شده بود ولی الان همه برگا ریخته و این شکلیه. وای خیلی باحاله. اونو ببین اون بالا. بچه دریاچه کلن یخ زده. اینی که میبینید دریاچه است. یو رو نگاه کنید. این از این طرف عجب جایی درست کردن. قهوه خونه است، اسمش یکاهویلاست یعنی قهوه سرد، قهوه یخ، چون یعنی یخ. بچه ها من از همینجا میخوام استارت بزنم و برم روی دریاچه. بزن بریم. وای خیلی حالیه. چندین بار تا الان روی همچین فضای یخی راه رفتم ولی اصلا یه حالیه. هر لحظه احساس میکنم اینه توی انیمیشن ها الان یه تیکه میشکنه و من میرم داخل. اینجا دماغه سور در شهر تامپره کشور فنلانده. اینجا که میبینید دریاچه است که کلا یخ زده و اون طرف فضایی هست برای سونا که ما 2 مدل سونا اینجا داریم که بعدا براتون فیلمشو میگیرم و نشونتون میدم. این هم یه جای جدیده که قهوه خونه است و کاملا روی یخ درست شده. میبینید که خیلی باحاله. قسمتی که داریم اینجا میبینید اسمش هست آوانتو، یعنی فنلاندی ها بعد از اینکه از سونا میان بیرون میرن توی این آب و شنا میکنن. این آب خیلی خیلی سرده، یعنی آب دریاچه است ولی خب یخ زده و این یه تیکه رو کامل میشکنن و به اصطلاح با آب دریاچه اونجا شنا میکنن و بعد دوباره برمیگردن سونا. این کار رو چندین بار وسط سونا تکرار میکنن و خودشون معتقدن که برای سلامتی به شدت خوبه. سونا میکنن و بعدش میان توی آوانتو توی آب یخ. آقا گفته بودم که اینجا 2 مدل سونا داره. اون مدل اوله که کاملا مدرنه، یعنی حالا نه خیلی لاکچری ولی خب مدرنه. اینی که اینجا دارین میبینین یک حالت بدوی داره و من عاشق این مدل سونا. خیلی باحاله و کاملا با آتیش و چوب گرم میشه. نمیتونم بیشتر بگم. اوه داره برف میاد. اگه از ویدیوهای من خوشتون اومد این قلب رو برام قرمزش کن، منو لایک کن و برای دوستات هم بفرست ویدیو رو. دمتون گرم.